عباسبک 5 سال می شود که در مسکو است، چون اکثر مهاجران وی پیوسته از سامانه بخش مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه استفاده می کنند. در این سامانه معلومات درباره آماده شدن سندهای بود و باش و از همه مهم بسته یا باز بودن حق ورود این یا آن شهروند خارجی به روسیه دسترس است. این مسئله است که صدها هزارها مهاجران را تشویش می دهد. عباسبک می گوید سامانه مذکور مفید است، ولی عملا در بیشتر موارد باز نمی شود. آنها بعضا معلومات ناصحیح را پیشنهاد می کنند. مثلا وقتی یک نفر ورودش به روسیه منع است، آنجا می نویسند که باز است. بیشتر مهاجران از خدمات پولکی افراد حقوقی استفاده می کنند. نادر برنامه ساز است. او شخصا برای مهاجران ضمیمه مخصوص موبیلی را تهیه کرده است. این ضمیمه مدتی با چند زبان به مشکل کار میکرد و معلومات را مستقیما از سامانه وزارت کارهای داخلی می گرفت. اما چون وبسایت وزارت مشکل زیادی تکنیکی داشت، او ناچار ضمیمه را بست. ما به سامانه وزارت کارهای داخلی همچون کاربر معمولی داخل می شدیم. معلومات لازمه را وارد می کردیم و به کاربر در برنامه کپچر نشان داده می شد. کپچر این رمز است که برای شناسایی کردن شخص استفاده می شود. او کپچر را داخل می کرد و ما جواب را می گرفتیم. یعنی ما مثل میانه رو بودیم. در سامانه وزارت کارهای داخلی فهرست وظیفه‌های نشان داده شده است که ضمیمه میگرانت و یا مهاجر بر عهده خواهد داشت. در آنجا گفته شده است که وزارت می‌خواهد یک پایگاه یگانه اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام معلومات خدمت رسانی دولتی را در بر می‌گیرد. همه همکاری‌ها بین شهروندان، تشکیلات و نهادهای دولتی طریق همین پایگاه الکترونی صورت خواهد گرفت. همچنین این ضمیمه فراگیر معلومات انفرادی مهاجران خواهد بود. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند این تشبث خوب است و جانبدار ساده شدن روند بود و باش مهاجران می باشد. به قول آنها با کمک چنین ضمیمه آنها امکان دارند که از دوتازهای بیوروکراتی و نوبت‌پایی‌های زیاد برای گرفتن حجت‌ها خلاص شوند. ولی در عین زمان این حامیان حقوق چندان خوشبین نیستند که این لایحه به زودی عملی می‌گردد. عامل‌های کورپسیونی در روسیه برای رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی مانع ایجاد می‌کنند. از این خاطر فکر می‌کنم در این باره حرف زدن بر وقت است. اگر آنها خواهش می‌داشتند بر وقت عملی می‌کردند. متخصصان میگویند تا امروز ضمیمه‌های خدمات دولتی و سامانه محلی مسکو تا اندازه موفق شدند. اگر خدمات ضمیمه وزارت کارهای داخلی در همین سطح راه اندازی شود، دستاوری خوبی خواهد بود.